سلام امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به اپیزود 4 و آخر از سلسله پادکست های آگاهی از کوچینگ. من الیسا ظهوری هستم، بیزنس کوچ حرفه‌ای و بین‌المللی، تایید شده از فدراسیون جهانی کوچینگ. تو این بخش قرار در مورد خود مدرک کوچینگ، نوع جلسات، لول های مدرک هایی که در واقع میتونید بگیرید میخوام براتون توضیح بدم. ICF یا فدراسیون بین‌المللی کوچینگ که بیشتر از 65000 عضو معتبر داره، مجموعه‌ای هستش که قانونگذار و ارزیاب کوچ‌ها در جهانه. تمام صلاحیت‌هایی که یک کوچ باید داشته باشه، اصول اخلاقی و ارزیابی کوچ‌ها توسط این مؤسسه انجام میشه. ولی توی جهان تنها نیستش. EMCC که مخصوص اروپاست و حدود 8000 تا عضو داره و AC که حدود 4000 تا عضو و اینها مدرک ICF رو قبول دارن، ولی مدرک اینها رو ICF قبول نداره. ICF مدرک لول 1، لول 2، لول 3 رو داره که مؤسسات مورد تایید ICF مجازن این مدرک رو بدن و مدرک دیگه‌ای به اسم CCE داره که از خارج از کوچینگ مثل بیزینس و لیدرشپ و موارد مرتبط با صلاحیت‌ها میتونه از ICF بگیره و برای در واقع تمدید مدرک برای کوچ‌ها استفاده میشه. کسی که لول 1 رو داره 100 ساعت تجربه کاری داره، آزمون رو قبول میشه، 65 ساعت آموزش و مدرک ACC رو میگیره. کسی که مدرک سطح 2 رو داره 500 ساعت هم تجربه کار داره، 125 ساعت دوره دیده، میتونه با آزمون مدرک PCC رو بگیره. کسی که مدرک PCC رو داره دوره سطح 3 رو هم دیده و با فرستادن 2 تا وایس به ICF و قبولی تو آزمون 2500 ساعت تجربه کاری میتونه مدرک MCC رو هم بگیره. اگر کسی به شما گفت که کوچ هستم و برای اینکه صلاحیت اون فرد رو به عنوان یک کوچ تایید بکنید میتونید وارد سایت ICF بشید، تو قسمت وریفای کوچ اسم فرد رو بزنید، تو قسمت فایند کوچ اسم اون شخص رو میتونید ببینید. توی ایران میشه مدرک گرفت یا نه؟ بله میشه. چالش هایی برای تحریم بوده که برداشته شده. مؤسساتی هستن که الان به عنوان در واقع تربیت کوچ به شما مدرک هم میدن. این رو صرفا جهت اطلاع بهتون میگم. استاندارد جهانی کوچینگ برای جلسات بین 45 دقیقه تا 1 ساعت هستش. معمولا روی یک هدف خاص متمرکز میشن که معمولا به صورت استاندارد تا 12 جلسه هم میتونید جلسات کوچینگ داشته باشید. اما هدف کوچینگ خودشکوفایی آدم هاست. میتونه ته نداشته باشه. یعنی وقتی یک پله رو میرن برای پله بعدی در نظر بگیرن که اون کوچ اون فرد رو در واقع حمایت بکنه و توانمندی و پتانسیلش رو افزایش بده تا به اون نقطه‌ای که میخواد برسه. که همین موضوع کوچینگ اگر توی سازمان ها بره حدوداً 3 تا 4 ساعت ممکنه طول بکشه. توی کوچینگ رویکردهای مختلفی وجود داره که هر کدوم به یه شیوه خاصی به مراجع کمک میکنه. اولین رویکرد گرو هستش که توی آموزش‌های کوچینگ به عنوان مدیر در نقش کوچ ازش در واقع استفاده میشه که یکی از مهمترین رویکردهای کوچینگ هستش. گرو و اسکار که اینجا در واقع این رویکرد رو بهتون معرفی میکنم. اگر بخوایم گرو رو در واقع باز بکنیم GROW معنی های مختلفی روی هر بخش بهتون داده میشه. G به معنای هدف یا گل که در واقع تعیین هدف مشخص هستش. R ریالیتی و بررسی وضعیت موجود و فعلیه. O به معنی در واقع آپشن و گزینه ها هستش که شناسایی گزینه ها و راه حل است و W به معنای وین و اراده که برنامه ریزی برای اقدام و تعهد به عمل. رویکرد دوم شناختی رفتاری هستش. تمرکز به تغییر الگوهای فکری و رفتاری. استفاده از این تکنیک شناختی برای شناسایی و تغییر افکار منفی. رویکرد سوم تحول شخصی. تمرکز به تغییرات عمیق و بنیادین توی زندگی فرد. کمک به مراجع برای کشف ارزش‌ها و باورهای شخصی و ایجاد تغییرات مثبت. رویکرد چهارم رویکرد مبتنی بر راه حل. تمرکز به پیدا کردن راه حل به جای تحلیل مشکل‌ها. تشویق مراجع به شناسایی موفقیت‌ها و منابعی که داره. رویکرد پنجم رویکرد خلاقانه است که با استفاده از تکنیک‌های خلاقانه مثل تصویرسازی، نقاشی یا نوشتن باعث تحریک در واقع تفکر و خلاقیت مراجع میشه و کمک به مراجع برای کشف راه‌های جدید برای حل مشکل. رویکرد ششم رویکرد سیستماتیکه که در واقع تو زمینه‌های اجتماعی و خانوادگی و حالا با توجه به تعاملات و روابط فرد و سیستم‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم. رویکرد هفتم توانمندسازی هستش که هدف از این رویکرد بهبود خودآگاهی و اعتماد به نفس مراجع، کمک به مراجع برای شناسایی و استفاده از قدرت و توانمندی‌های خودش. رویکرد هشتم رویکرد تیمیه. تمرکز به بهبود کارایی و ارتباط توی تیم‌ها هستش که کمک به تیم‌ها برای تعیین اهداف مشترک و حل تعارضاتشون میتونه باشه. رویکرد نهم رویکرد عقلانی و عاطفی هستش که تمرکز به ایجاد تفکر مثبت منطقیه. هر کدوم از این رویکردها میتونه بسته به نیاز و اهداف در واقع فردی مراجع به طور موثری به کار گرفته بشه.
خیلی ازت ممنونم که توی این مسیر همراه من بودی. این فایل ها صرفا برای آگاهی شما از کوچینگ ثبت شده. نتیجه تجربه چند ساله و آموزش های مختلفی که در راستای کوچینگ دیدم رو براتون خلاصه کردم و توی این فایل ها قرار دادم و به صورت رایگان میتونید ازش استفاده بکنید. تنها راه حمایت اینه که پیج من رو در اینستاگرام به اسم الیسا ظهور فالو بکنید و این فایل ها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از شما. فعلا.